وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله سبحانه و تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب دروس اللغة العربیه، یعنی درس‌های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که به آن حرف نمیزنند. من الجزء الاول، از قسم یکم. درس امروزی ما الدرس الحادي والعشرون، یعنی درس 21. این درس مانند درس های گذشته به خود کلمه های نو دارد، اما از نگاه قاعده های صرف و یا که نحو بعضی قاعده های گذشته تکرار آمدگی هستند، اما قاعده مشخص و مخصوص ندارد. الكلمات الجديدة للدرس الحادي والعشرين، کلمه های نو برای درس 21. نافذه، تیریزه، جمعش نوافذ. این جمع را جمع تکسیر میگویند. این جمع را جمع تکسیر میگویند و این اسم الممنوع من الصرف می باشد، به خاطر یک تا علت داشتنش، و هو یا وهی صیغه منتهى الجموع. صیغه منتهى الجموع یکی از علت های می باشد که به وسیله آن اسم غیر منصرف می شود، یعنی تنوین را قبول نمی کند و در حالت جر آن را با فتحه خوانده می شود. مکتبه، کتبخانه یا که کتابخانه، جمعش مکتبات، جمع مؤنث سالم. کرسی، کرسی یا که تخت، جمعش کراسی. این هم الممنوع من الصرف می باشد. صیغه منتهى الجموع و نشانی آن از آن عبارت است که بعد از الف شکسته دو تا حرف را دیده می شود، یا که سه حرف دویمی آن یا که میانه آن چه بی حرکت می باشد، مانند مصابیح. لون، رنگ، جمعش الوان. این جمع را جمع شکسته می نامند. صالح، اگر انسان را صالح گویند صالح می شود به زبان تاجیکی نیز، نه، یا که شایسته. اگر در غیر انسان به کار برده شود، صالح یک چیز را چیزی صالح یعنی چیزی آباد، چیزی لایق. اگر در عمل صالح را استفاده برده شود،
خوب می شود یا که شایسته. عملی خوب، عملی شایسته، عملی نیک. جمعش صلحا. این جمع را جمع شکسته می نامند و همچنین الممنوع من الصرف می باشد. یک تا علت دارد، در آخرش الیف ممدوده می باشد. واسع، وسیع، کشاد، کلان، بزرگ. غانا، غانا این نامی شهر یا که کشور می باشد، نامی دولتی غانا می گویند. نه، در افریقا می باشد، در غربی، در طرف غربی افریقا قرار دارد. غانا. نیجریه، نیگریه، جای سیاه‌پوستان. کثیر، بسیار. بی حد، از حد زیاد. ولكن، ولی. الدرس 21 درس 21 موضوع درس مدرستی، مدرسه من. می توانیم گفتند که در اینجا تکرارا یای متکلم را ذکر می کند که به وسیله آن هر اسمی که با یای متکلم مضاف شده ایستاده است به سبب یای متکلم اعرابی او چی میشد؟ اعرابی تقدیری می شود، طوری که در یک درس گذاشتیم بیتی، خانه من. با گمانم در اینجا باری دیگر ذکر کردنش به خاطر آن است که یای متکلم طوری که اعرابی اسم مضاف شده را تقدیری می کند، خواه و اسم مضاف شده چی باشد؟ مذکر باشد، خواه مؤنث باشد. در درس گذشته بیت که مذکر بود، در اینجا مدرسه مؤنث می باشد. یعنی فرق ندارد همان اسم مضاف شده خواه و مذکر باشد، خواه مؤنث باشد، اعرابش به طفیل بیای متکلم مضاف شدنش تقدیری می شود. بارک الله فیکم. مدرستی می توانیم گفتن که هذه مدرستی، هذه مدرستی، این مکتب من است، این مدرسه من است. در مردم ما از بس که در زمانی کمونیستی مکتب‌های غیر دینی که تشکیل کردند، برای همین وقتی که مدرسه میگفتند فقط مکتب‌های دینی را در نظر داشته میشد. وقتی که مکتب میگفتند همین مکتب‌های میانه و ابتدایی، یعنی گویم غیر اسلامی را در نظر داشته میشد. اگر نه مدرستی، هر یک مسلمان مدرسه دارد، در اون مدرسه هم دین و هم دنیا اش را می آموزد. ولی متاسفانه علمانی ها یا که اشخاصی که دین را نمی خواهند و اینها چیکار کردن؟ دین را از دولت جدا کردن. حالا آنکه بی دین دولت داری کرده نمی شود، طوری که بی دولت دینداری. یعنی دینداری و دولتداری اینها یک چیزی از یکدیگر جدا نشونده می باشند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. هذه مدرستی. الهاء حرف تنبیه، الهاء حرف تنبیه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع بالابتداء، بخاطر آنکه مبتدا شده ایستاده. وقتی که ما مبتدا گفتیم برای مبتدا خبر در کار می شود. مدرسه، مدرستی، یا که مدرسه
خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل. همون جایی که باید ضمه میشد فهمیدید اشتغال محل مانع شد. اشتغال محل چی شد؟ مانع شد. یعنی جایی که ضمه میشد آنجا بند شد. آخر کلمه با دیگر حرکت مناسب بند شد لحرکت المناسبه. و این حرکت مناسب برای چی آمده است؟ لیاء المتکلم، بخاطر یای متکلم که یای متکلم با او از حرکت ها فقط حرکتی کسره موافق می آید. نعم. و هو مضاف و یاء المتکلم ضمیر متصل مبنی على السكون في محل جر بالمضاف. هذه مدرستي، این مدرسه من است. تا قاعده زبان عربی را یعنی در برابر آموختن زبان عربی تا صرف و نحو آن را درس نگیرید، تعلیم نگیرید، نآموزید، جمله ها را حتی درست ترجمه کردن نمیتواند. هذه مدرستی، بین هذه و مدرستی اندک توقف می شود یا که پاوزه می گویم، به خاطر مبتدا را از خبر و خبر را از مبتدا جدا کردن. هذه مدرستی این خطا است. هذه مدرستی، هذه مدرستی این مدرسه من است، یعنی جای درسخانه من است. هي قريبة من المسجد، هي قريبة من المسجد، او به مسجد نزدیک است. در اینجا هي ضمیر منفصل. هذه گفتم این چه برای اسم اشاره برای مفرد مؤنث قریب و برای غیر عاقل آمده ایستاده است. هي ضمیر منفصل، هي ضمیر منفصل می باشد مبنی على السکون في محل رفع بالابتداء. نعم. مبتدا آخر. قريبة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف من حرف من حروف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. در اینجا من المسجد نون چی آمد؟ با فتحه آمد. در اینجا مبنی على سکون مقدر میشه. برای چی سکون مقدر آمد؟ لاشتغال المحل. فهمیدید؟ لحركة العارض يوكي لحركة عارضة، برای حركة چی ناچار يوكي فوق العاده، برای چی حركة يوكي سکون را حرکت داده شد؟ للتخلص من التقاء الساكنين، برای خاطری با خلاص شدن از واخوری دو ساکن، یکی از اون دو ساکن سکون نون می باشد، دیگر لام. المسجد مجرور بمن و علامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلقان بقريبة. در اینجا من به معنای الی می باشد، او به مسجد نزدیک است. هي مدرسة كبيرة لها 3 ابواب. و این مدرسه بزرگ است، کلان است، دارای 3 در می باشد، یعنی 3 تا در دارد. مدرسه خبر شده ایستاده است، اختصار میکنیم و هو منعوت
كبيرة النعت. النعت تابع للمنعوت. ما گفتیم این درس بسیار قاعده های گذشته را تکرار میکند. نعت و منعوت است. لها او ثلاثة ابواب، سه تا در دارد. در اینجا عدد و معدود است. عدد مؤنث آمد زیرا اینکه معدود مذکر می باشد. فهمیدید؟ یعنی معدود بعد از 3 تا 10 اگر ذکر کرده شود آن را جمع و مجرور می شود. ابواب برای چی؟ لأنه مضاف إليه. ابوابها مفتوحة الآن. درهایش یعنی درهای مدرسه حالا کشاده اند. فهمیدین؟ في المدرسة فصول كثيرة. در مدرسه صنف‌های بسیار است. هذا فصلنا. این صنف ماست. در اینجا فصل مضاف شده ایستاده است به نا المتكلمين. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف. وهو فصل واسع. وأو يعني همان صنف ما صنف واسع است، کشاد است. فيه نافذتان كبيرتان. در او دو تیریزه کلان است، بزرگ است. در اینجا فيه حرف من حروف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فيه الهاء ضمير الغيبة، ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. الجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. نافذتان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه مثنى. فهمت؟ لأنه مثنى. نافذتان منعوت، كبيرتان نعت. صحيح؟ وفيه مكاتب وكراسي. و در آن یعنی در همان صنف ما میز هاست و کرسی هاست. اعراب این مانند همین اعراب فيه نافذتان كبيرتان می باشد. فقط نافذتان خبر مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. گفتیم در اینجا مکاتب مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم أو جمع تكسير غیر منصرف. بخاطر آن غیر منصرف گفته ایستادیم که تنوین ندارد. هم خیر است؟ و فیه سبورة کبیره. و در آن پیشتخته صنفی کلان است. سبوره پیشتخته صنف را منومد. هذا مكتب المدرس و ذاك کرسیه. این میز مدرس است و آن کرسی است. در اینجا ذاک نیز اسم اشاره است، دلالت به بعد میکند. همان کاف در بعضی حالتها، در حالتی که لام را ذکر کرده نمی شود،
دلالت به بعد میکند. نه خب در بعضی کتاب های نحو گفتم که اگر بیلام باشد این میانه را دلالت میکند، یعنی نه نزدیک و نه دور. در بعضی کتاب های نحو اسم های اشاره را سه تقسیم میکنند: للقریب والبعید والمتوسط. فهمیده؟ بارک الله فیکم. و تلك مکاتب الطلاب و کراسیهم. و آنها در اینجا گرچنده که تلک مفرد مؤنث باشد به خاطر مکاتب شده همین طور می شود، زیرا مکاتب جمع تکسیر لغیر العقلاء می باشد. ما گفتیم که اگر جمع تکسیر باشد، خصوصا اگر برای غیر عاقل ها باشد، یعامل معاملت مفرد المؤنث یا که مفرد المؤنثه ویرو معامله کرده می شود همچون معامله مفرده و مؤنثه. و آنها میزهای دانشجویانند و کرسی های ایشان هستند. مکتب المدرس کبیر و مکاتب الطلاب صغیره. میز مدرس بزرگ است، کلان است و میزهای دانشجویان خردند، کوچکند. در اینجا صغیرتون را اهمیت دید به خاطر چه مفرد آمده است، حال آنکه صحبت درباره یا که سخن درباره مکاتب می رود، به خاطر همین مکاتب شده صغیرتون شده ایستاده است، خبر شده ایستاده است. نعم. فی فصلنا 10 طلاب. در صنف ما 10 دانشجوی است. قاعده عدد و معدود را از یاد نبرارید. و هم من بلاد مختلفه. و ایشان از کشورهای گوناگونند. در اینجا نعت و منعوت هر دو در حالت جر آمده ایستادند به خاطر من که حرف جر می باشد. هذا محمد و هو من اليابان. این محمد است، او از ژاپن است. و هذا خالد و هو من الصين. و این خالد است، او از چین است. و هذا احمد و هو من الهند. و این احمد است، او از هندوستان است. در اینجا وقتی که ذکر کرد محمد را و خالد را، در آخر این دو اسم تنوین را میبینیم، زیرا سخن درباره چی رفته ایستاده است؟ حس میکنیم که اسمهای منصرف و غیر منصرف. وقتی که و هذا احمد و هو من الهند گفتن، احمد تنوین نمیگیرد، زیرا الممنوع من الصرف می باشد فیه علتان. در این دو تا علت می باشد. صحیح؟ العلمیت و وزن الفعل. العلمیت و وزن الفعل. و هذا ابراهیم و هو من غانا. و این ابراهیم است، او از غانا می باشد. ابراهیم نیز الممنوع من الصرف فیه علتان. در این اسم دو تا علت می باشد، العلمیت والعجمه. همین طور است، العلمیت والعجمه. و هذا اسماعیل و هو من نیجیریا. و این اسماعیل است، او از نیگریستان است. نعم. اسماعیل نیز الممنوع من الصرف فيه علتان، العلمية والعجمة. وهذا يوسف وهو من انكلترا. وإن يوسف است و او از انگل است. يوسف نیز الممنوع من الصرف العلمية والعجمة.
درباره بعضی یعنی که مانند اسماعیل و اینها با دیگر یعنی که دیگر قول ها هم هست، ما یعنی که مشهورش را ذکر کرده ایستادیم. و هذا بیرم و هو من ترکیه، این بیرم است، او از ترکیه است، نیز الممنوع من الصرف شده ایستاده است، زیرا العالمیه نام خصوصی است. بیرم این سخنی ترکی است. و معناش چی میشه؟ معناش چی میشه است؟ بیرم عید میشه. عید را ترک ها بیرم میگویند. و هذا عمار و هو من ماليزيا، این عمار است، او از مالزی است. و هذا علی و هو من امریکا، و این علی است، او از امریکا است. در اینجا از یاد نبرارید که نیجریه و انگلترا، غانا، ترکیه، امریکا، اینها اسمهایی می باشند که اعرابشان تقدیری می باشد. فهمیدید؟ به خاطر چی؟ به خاطر آن که اینها را اسمهایی چی می نامند؟ مقصور می نامند. اسمهای مقصور می نامند. جمیع و تقدر جمیع حرکاته، همه حرکاتهایش را تقدیرا داده می شود. و هذا ابو بکر و هو من اليونان، این ابو بکر است، او از یونان است. در اینجا اسمای خمسه را ذکر می کند. ابو خبر المبتدأ مرفوع و علامت رفعه که يوغوسلافيا لا بأس، يوغوسلافيا أيضا يعني تقدر جميع الحركات فيه. وهذا أبو بكر، أبو بكر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. إضافة أسماء الخمسة من شرطها. فهمت؟ وهو مضاف، بكر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. هم من بلاد مختلفة، ایشان از کشورهای گوناگونند. ولغاتهم مختلفة و الوانهم مختلفه، زبانهایشان گوناگون است، طوری که رنگهای پوستشان گوناگون است. ولكن دینهم واحد، ولی دینشان یکتاست. و ربهم واحد، و پروردگارشان یکتاست. و نبیهم واحد، و پیغمبرشان یکتاست. و قبلتهم واحده، و قبلشان یکتاست. هم مسلمون، ایشان مسلمانند. والمسلمون اخوه، مسلمان ها برادرند. واقعا دینشان یکتاست، پروردگارشان یکتاست، پیغمبرشان یکتاست. فهمیدید؟ این تأکید دیدی شده. و قبلشان یکتاست، دین، پروردگار، پیغمبر ذکر شده است و قبله. و هم مسلمون 5 تا، و ها مسلمانند. این 5 قوه را دیده شده. آخر اون بینید. والمسلمون اخوه، مسلمان ها برادرند، لیکن کم در کم انسان ها هستند که حق برادر را به جا میارند. مشکلی در همین اخوه می باشد. برای چی؟ برای خاطر آنکه نقصان در مسلمانیشون، نقصان در شناسایی از دینشان، شناسایی از پروردگارشان و شناسایی از پیغمبرشان. فهمیده؟ بارک الله فیکم. همه این نقصانه چیکار میکند؟ مسلمان ها را به چنین روز گرفتار کرده است که نه حق الله را به جا میآورد، نه حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نه حق والدین، نه حق زن و شوهر بین یکدیگرشون، نه حق فرزندان، نه حق همسایه، نه حق برادری عموما. هذا مدرسنا، این مدرس ماست.
اسمه الشيخ بلال، نامش شيخ بلال است. وهو من المدينة، وای از مدینه است. من سوریه. در کتابای شما سوره بوده است، حالا که سوره که جنگ رفته شده است برایمون مدینهش گفته میشه. و هو رجل صالح، او شخصی صالح است. نحن نحبه كثيرا، یا که نحن نحبه كثيرا، ما وی را بسیار دوست می‌داریم. در اینجا نحب فعل مضارع است، ضمیری که در آخرش می‌بینیم و ضمیر غیبه مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به شده ایستاده است. تقدیر این جمله میدونه چگونه میشود؟ نحن نحبه حبا كثيرا میشود، صفت برای مفعول مطلق میشود. این بود بارک الله فیکم درس امروزی ما. تمارين مشقها. الكلمات الجديدة للدرس 21. فهمیدید؟ یعنی کلمه های نو برای درس 21. نافذه شکل تنها رو می نویسید، نوافذ شکل جمع رو می نویسید و معنای شکل تنهایش را. تمارین مشقها. اجب عن الاسئله الاتيه، به سوال های زیرین خطی جواب دهید. این هذه المدرسه، این مدرسه در کجاست؟ یا که در کجا قرار دارد؟ قریب من مطار، قریب من بیتنا، قریب من المسجد. جواب میدهید. در زیری همین عباره ها جدول گذاشته شدگی است. یا کسی که کتاب را دستگیر کردگی نباشه، یعنی که مشقها را میتواند در دفتر. الثاني ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. این علامت را در پیش جمله های درست گذار و این علامت را باشد در پیش جمله هایی که صحیح نیستند. البته خوب میشد که بجای این علامت ها چی ماندن؟ صحیح خطا ماندن، یا که اختصار کرده صاد صحیح، ایکسی که مانده است خا میمون میشد که خطا، یا که پر رأی جای را نمیگیرد. مدرستی قریبة من المطار، مدرسه من به فرودگاه نزدیک است، خطا. لها 3 أبواب، صحيح، إلى آخره. الثالث اذكر البلاد الواردة في الدرس من آسيا وإفريقيا وأوروبا. کشورهایی که واردی درس شدن، یعنی در درون درس ذکر شدن، همون کشورها از آسیا کدامش می باشد، از افریقا کدامش می باشد، از اروپا کدامش می باشد، هر کدام را در زیر این قطعه ها می نویسد. البلاد التي في آسیا، کشورهایی که در آسیا می باشند در پایان می نویسد کدامش می باشد. البلاد التي في افریقیا، کشورهایی که در قطعه افریقا می باشند. البلاد التي في اروپا، کشورهایی که در اروپا چه قرار دارند. الاسئله اعرب ما یاتی، عباره های زیرین را اعراب بکن. هذه مدرستی، في المدرسه فصول كثيره. این است درس امروزی ما از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.